سلام بچه‌ها، خوش اومدید به چنل خودتون. توی این ویدیو می‌خوایم ریاکت بریم به نامزدای پوشکاش امسال، کسایی که گلای خیلی خفنی رو زدن. بدون معطلی بریم سراغش. خب بچه‌ها شروع می‌کنیم با اولیش. ببینیم چی پخت و پس کردن. اوه نمیدونستم لامین یامال انگیزه. ایول. چه کات خفنی بود. این کیه؟ من اسمشو نمیدونم. اونقدر معروف نگو از همینجا میزنه. یا ابوالفضل. ایول. فکر کن تو لحظه چه تصمیمی گرفته، گفته از اینجا بزنم، اعتماد کرده به خودش رو زده. گلم شد، خیلی خفن شد. ایول. تا الان به نظرم این قشنگ‌تر بود. شماره 3. اوف، این خیلی خوب بود، خیلی چسبید، اصلا به دل میشینه. میدونی؟ اوف، نذاش بیاد رو زمین. یا قرآن. اوه جو گرفتن. وای این گله به رئال مادریده. خیلی خفن. شماره 4. ببینم چی کار میکنی. واه پشمام، از کجا برگردون زد. من نمیشناسم اینا رو، یا اینا خیلی معروف نیستن ولی اینقدر خفنن. خیلی گل خفنی زد از پشت محوطه. اوف عالی بود. حالا دیگه همه میگن چرا اینقدر میگی اوف. چه پاسی. اوه این معمولی بود به نظرم. یعنی معمولی نبودا، خفن بودا نسبت به اونا. نسبت به اونا یه خورده ای. این پاسش دیگه خیلی خفن بود. خب بس دیگه، برو بعدی. یه سانت خفن. یا خدا پشمام، خیلی قشنگ زد. پشمام نه، همه به من میگن چرا اینقدر میگی پشمام. بابا دست خودم نیستین تیکه کلام، من نمیفهم باید چی کارش کنم. آقا نسبت به همچین چیزی چه واکنش باید نشون بدی غیر از این که بگی پشمام؟ یه سان بکو. اینم ببین جوندار نزد. خوب بودا ولی جوندار نزد که مثل اون دومیه. بازم قشنگ بود. دفاع بیچاره. ببینم چه میکنی. پاسکاری و پشمام چقدر خفن بود. اوف اینم پاسکاریش خیلی خفن بود. پشمام هم نه. بابا دست خودم نیست، ولش کن دیگه. خیلی تکرار میکنم یه جمله. قشنگ. برو پاسو بنداز. چه پاس قشنگی. بگو برگردون. یا علی باریکلا. چند تاشون برگردون؟ فکر کنم 3 تا برگردون زدن تا الان. اینم قشنگ بود. آفرین خوب زدی. منتظر تایید من بود. آفرین خوب زدی. غریبی بود که باید نامزد پوشکاشه. چیکار کردی الان؟ بذار ببینم صحنه. به نظرم این نباید می بود. تموم شد. شما هم دیدین حال کردین، ولی از نظر من اون یه دونه که توپ نیومد رو زمین همونو کوبید، اون خیلی خفن بود. خیلی حال کردم. خب بچه‌ها اگه دوست داشتین لایک و سابسکرایب کنید، یه لایک حتما بکنید. یادتون نره کامنت هم بذارید برام و نظرتون رو برام بنویسین و بگین از نظر شما کدوم خفن تر از همه بود. حرف دیگه ای نیست. دوستتون دارم.
Zombie apocalypse.